طبیب بیمارخانه استقلال اکرموف محمد علی روز 27 مای سال 2023 در قبرستان محله ظرفشان شهر دوشنبه به خاک سپردند. او 58 سال داشت. محمد علی اکرموف به گفته آنهایی که این طبیب را میشناختند انسان خیلی حلیم و مهربان بود و باور کس نمی‌آید که او نه با مرگ خودش از دنیا رفت بلکه کشته شد. روز 19 مای سال روان بعد کار محمد علی اکرموف به مرشروط رقم 28 نشسته به خانه‌اش که در محله ظرفشان بود رو پیش گرفت. در نزدیکی‌های محل ظرفشان بین پولچینک و راننده از یک طرف و یک پیرمرد مسافر از طرف دیگر بحث به عمل آمده و راننده و کاندوکتور باران دشنام و تاخیر را به سر موسفید فرو ریختند. محمد علی به طرف ایستادن را به خود اور دانسته به حمایت از آن موسفید زبان گشود و راننده و بلیچینکش را نصیحت کرد، اما راننده و کاندوکتور موسفید را یک سو مانده به سر او باران دشنام و حقارت را فرو ریختند. وقتی مرشود که در ایستگاه آخرین ایستاد و محمد علی از آن فرآمد و می‌خواست سوی خانه‌اش رود، در همین وقت بلیچینک منتروف که در دست دویده آمده و با آن به سر محمد علی یک ضربه زد. ضربه چنان سخت بود که محمد علی در پهلوی راه افتید و بالای این راننده و کاندوکتور به سر و روی او باز چند شته زدند و طبیب مجروح را در روی راه پرتافته مرشودکشان را رانده رفتند. راهگذران تنها بعد رفتن آنها به کمک محمد علی دویدند، ولی او از هوش رفته بود. ماشین یاری تعجیلی را دعوت کردند و محمد علی را به جای کارش بیمارستان استقلال پس آوردند. معاینه نشان داد که از ضرب منتروف که کوسه‌خانه سرش شکسته خون به مغز سر وارد شده است. مبارزه دکتران برای از مرگ نجات دادن محمد علی اکرموف یک هفته ادامه یافت، ولی متاسفانه نجات دادن نتوانستند. روز 27 مای او به حق پیوست، اما ناروزگی خویش و تبار مرحوم از آن است که تا حال راننده میکرواتوبوس و کاندوکتور به حبس گرفته نشدند و همچنان به مسافرکشانی دوام داده ایستادند. محمد علی اکرموف سال 1965 در دهه یشم جماعت شلمک ناحیه غرم به دنیا آمده. سال 1988 دانشکده طبی دوشنبه را ختم کرده بود. او سالهای زیادی در بیمارخانه قریه بالا و چند سال آخر در بیمارخانه استقلال کار میکرد.